اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم به کشتگانی که به شدت میکشند، قسم به آنانی که با نشاط میگیرند، قسم به شناورانی که به گونه شناوری میکنند، قسم به آنانی که پیش دستی میکنند، قسم به آنهایی که کارها را به تدبیر به سر میرسانند. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. روزی که همه این زمین را لرزاننده بلرزاند، یعنی سور اول دمیده شود و از پی آن هم ردیف آن بیاید، یعنی سور دوم دمیده شود. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. در آن روز دلهایی است که در تب و تاب می باشند و چشمهایشان خیره مانده. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره أإذا كنا عظاما نخره. میگویند آیا ما به آفرینش نخستین خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگرچه استخوان‌های پوسیده باشیم؟ قالوا تلك اذا كرة خاسره. آنگاه میگویند این بازگشت در این حال بازگشت زیانباری است. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بیگمان این بازگشت با آواز شدیدی صورت میگیرد، پس ناگهان همگان به میدان قیامت قرار میگیرند. هل اتاك حدیث موسی. آیا داستان موسی به تو آمده است؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى. هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس طوی یعنی تور او را فرا خواند. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است و برایش بگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. در این حال موسی به او معجزه بزرگ را نشان داد، ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد. سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگاری برتر شمایم. همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. این فی ذلک لعبرة لمن یخشی. بیگمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس آن را برابر ساخت، شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت.
و سپس زمین را گسترانید. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوهها را پایدار و استوار ساخت برای بهره‌یابی شما و چارپایان شما. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. سپس چون آن واقعه بزرگ بیاید، روزی که انسان فعالیتهای خود را به یاد می‌آورد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می‌گردد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود، پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت، پس بهشت جای اوست. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. از تو در مورد قیامت میپرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است، یعنی واقع می شود. فيما أنت من ذكراها. از یاد آن در چی مقام هستی، یعنی در زمین چی اطلاعی داری؟ إلى ربك منتهاها. نهایت علم آن به سوی پروردگار توست. إنما أنت منذر من يخشاها. بیگمان تو صرف بیم دهنده هستی برای کسی که از آن بترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. روزی که با آن روبرو شوند، گویا ایشان میپندارند که در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکردند. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.